با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. امروز تعویض باتری موتور روندای سوئیسی رو داریم براتون آموزش میدیم. این نمونه موتور باتری 317 میخوره. موتور خیلی کوچیکیه، بیشتر معروف به موتور موشی. دقت کنید موقعی که با پنس باید باتری جابجا بکنید، مثبت و منفی باتری به هم دیگه اتصال پیدا نکنه. یه زبانه خیلی ریز داره که تو قسمت پل قرار میگیره و یه پیچ خیلی کوچیک که اتصال رو به کیت برقرار میکنه و نگهش میداره. خوشحال میشم ما رو دنبال کنید و نظراتتون رو برای تهیه ویدئوهای بهتر کامنت کنید. موفق و پیروز باشید.